امیدوارم که حالتون خوب باشه. فرشید سهراب هستم، نوازنده و مدرس ساز سنتور. تو این ویدیو قصد داریم قطعه شماره 23 از کتاب دستور سنتور استاد فرامرز پایور رو با هم دیگه کار بکنیم، قطعه 4 مضراب ترک که به نظر من توی این کتاب اولین قطعه هست که از حالت اتود یا تمرین در میاد و یکم حالت جدی پیدا میکنه. امیدوارم که اجراش کنید، از نوازندگیش لذت ببرید. قطعه خیلی خیلی زیباییه و اگر خوب روش کار بکنید و بتونید یه مقدار با سرعت بالاتر از چیزی که مشخص شده اجراش بکنید، میتونه خیلی قطعه زیبایی باشه. قبل از هر چیز ممنون میشم که لطفاً حتما کانال یوتیوب من رو سابسکرایب بکنید، حتما این پست رو لایک بکنید، کامنت بذارید، این پست رو شیر بکنید. با همین کارهای ساده شما میتونید به من کمک بکنید، من رو حمایت بکنید که ویدیوهای بهتری رو تولید بکنم و به دیگران هم کمک میکنید که این ویدیوها رو اونها هم ببینن و استفاده بکنن. و یادتون باشه که این ویدیوها صرفا برای کانال یوتیوب من گرفته میشه و اگر این رو از هر پلتفرم دیگه‌ای میبینید کاملا غیر قانونی و غیر اخلاقیه. ممنون که تا آخر ویدیو با من هستید. بریم که ویدیو خوب داشته باشیم. خب این قطعه شماره 23 6/8 و شمارشش به صورت 1 2 3 4 5 6. نوت‌هایی که توش داریم ترکیب نوت‌های چنگ و سیاهه. یعنی خیلی از نظر ریتمی کار سختی نداریم، خیلی هم ساده هست. چیزی که اهمیت داره تو این قطعه اینه که بتونید از اول تا آخر با یه ریتم یک نواخت قطعتون رو اجرا بکنید و پیش ببرید. یه مقدار قطعه طولانی هست، توی قالب و فرم 4 مضراب نوشته شده. میدونید ویژگی 4 مضراب اینه که یه پایه داره، یعنی یه بخشی از قطعه قسمت تکرار شونده قطعه است، حالا یا کلش یا یه بخشیش چندین بار توی قطعه تکرار میشه. حالا توی این قطعه اینو کاملا میبینیم. و اینکه در مایه بیات ترک هست، مهمترین ویژگی که میتونم الان خیلی مختصر و خلاصه براتون از بیات ترک بگم اینه که نوت سی و فا نوت‌های پر اهمیت و پر رنگی هستن. جزئیات این که حالا بیات ترک چی هست، چی میشه که فضا به این شکل میشه و قابل تشخیص، قابل شناساییه. وقتی ما این قطعه رو میشنویم تشخیص میدیم که این قطعه در مایه بیات ترک یا شوره یا ابوعطا. اینا رو توی ردیف زدن توی کتاب‌های بعدی با هم دیگه سعی می‌کنیم کار بکنیم، ولی فعلا در همین حد اگر بدونید به نظرم کفایت میکنه. فکر نمی کنم مشکل خاصی توش داشته باشیم. بریم از اول شروع میکنیم، با هم دیگه پیش میریم و اگر نکته‌ای بود با هم دیگه بررسی میکنیم. خب میزان اول نوتامون هست سی 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 فا سی که باید 2 بار اجراش کنیم. میزنیمش روی ساز. به راست چپش توجه بکنید که وسط راست چپ چپ راست چپ نوشته شده. سی 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 فا سی. اگه بخوایم بشماریمش میشه 1 2 3 4 5 6 که باید 2 بار پشت سر هم اجرا بشه. بعد از این دو میزان بعد، یعنی دو میزان آخر خط اول، همون سی 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 فا سی هست ولی پشتش ادامه داره، یه فا سی فا سی دیگه هم اضافه شده، یعنی میشه سی 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 فا سی فا سی فا سی. اجراش میکنیم دو میزان آخر رو. سی 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 فا سی فا سی فا سی 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 فا سی فا سی فا سی. شماریمش 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6.
و دو میزان اول خط دوم قسمت پایانی پایه ما میشه که نوتامون هست سی 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 فا سی سی فا سی سی فا سی. اجراش میکنیم روی ساز. سی 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 فا سی سی فا سی سی فا سی. میشماریم 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. این 1 خط و نیم میشه پایه 4 مضراب ما. من براتون کاملش رو اجرا میکنم. میریم سراغ ملودی اولی که معرفی کرده، یعنی اون از خط دوم بعد از علامت تکرار دو میزان. دو سی 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 لا سی سی سل سی. خیلی راحت تر برای شما که وقتی میخواید اینو حفظ بکنید دست چپ شما روی نوت سی سفید ثابته. حالا یه در میون یه بار 2 تا میزنه، یه بار یه دونه میزنه. کافیه که دست راست که داره ملودی رو تشکیل میده نوتای اون رو بخونید، یعنی نوتایی که رو سیمای زرد هست دو سی لا سل، یعنی به ترتیب رو سیمای زرد از نوت دو میایم تا سل. پس میشه دو سی 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 لا سی سی سل سی. و یادتون باشه همیشه این نکته خیلی نکته کلیدی و مهمیه که وقتی یه نوتی توی قطعه تکراریه، مثلا الان که دست چپ ما داره روی نوت سی سفید مدام یه چیزی رو تکرار میکنه و در واقع بیشتر برای پر شدن فضای خالی میاد و ملودی داره روی دست دیگه شکل میگیره، اون دستی که داره ملودی رو میزنه باید قوی تر باشه و اون دستی که داره نوت تکراری رو میزنه باید صداش پایین تر باشه. پس الان تو این قسمت دست راست شما باید قوی بخوره و دست چپتون یواش بخوره. یه بار دیگه این دو میزان رو اجرا میکنم. میریم سراغ دو میزان بعد که یه نوت میاد پایین تر، یعنی رو سیمای زرد باید بزنیم سی لا سل فا، میزان آخر خط دوم و میزان اول خط سوم. سی 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 لا سی سل سی سی فا سی. میزنیمش. شمارشش که واضحه 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. قسمت بعد خط سوم میزان دوم و سوم می سی سی فا سی سل سی سی لا سی. از می به ترتیب میاد بالا، می فا سل لا، می سی سی فا سی سل سی سی لا سی. و دو میزان بعد نوتامون میشه سی 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 دو سی لا سی سی دو سی. میزنیمش. سی 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 دو سی لا سی سی دو سی. شمارشش هم که 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. و به اینجا که میرسیم یه دولا خط تکرار داریم که باید برگردیم کل این سه خط رو تکرار بکنیم. خب حالا قبل از اینکه این تکرار رو بخوام، یعنی بخوام کل ملودی رو براتون بزنم، یه بار از خط دوم بعد از اون علامت تکرار دو میزان که ملودی شروع میشه براتون اجرا میکنم. ملودی اینه، داره میگه دو سی لا سل سی لا سل فا می فا سل لا سی دو لا دو. این ملودی ماه. حالا وقتی با دست چپ ترکیب میشه حالا دور از اول کل این سه خط رو بشنویم. بعد دوباره برمیگرده روی پایه. خیلی خب میریم سراغ قسمت بعد. خط چهارم دو میزان اول که تکرار بخشی از پایه هست سی 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 فا سی فا سی فا سی که باید 2 بار اجرا بشه. حالا بعد از این علامت تکرار، بعد از این تکرار این پایه، ملودی بعدی روی دست چپ شکل میگیره، یعنی رو سیمای سفید. نوتامون میشه سی 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 فا ره فا دو فا سی. پس اینجا حواستون باشه که باید دست چپتون رو قوی تر اجرا بکنید. سی 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 فا ره فا دو فا سی. میشماریمش 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. قسمت بعد لا 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 فا دو فا سی فا لا. اجراش میکنیم.
و قسمت بعد سل 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 فا سی فا لا فا سل، سل 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 فا سی فا لا فا سل. و دو میزان بعد که جمله رو کامل میکنه هست فا 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 لا سل سی لا دو. میزنیمش. اینجا یه دولا خط تکرار داریم که برمیگرده از شروع خط چهارم. دوباره این ملودی رو تکرار میکنیم. کلش رو براتون میزنم که این ملودی رو بشنوید. و بعد دوباره کلش تکرار میشه. خیلی خوب، میریم قسمت بعد، یعنی بعد از علامت دولا خط تکرار که باز دوباره تکرار بخشی از پایه هست. سی 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 فا سی فا سی فا سی دوباره تکرار میشه. ادامهش سی 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 فا سی سی فا سی سی فا سی سی که فا سی که باید دوباره تکرار بشه. این همون قسمت پایه هست که دیگه قبلا در موردش حرف زدیم. میریم ملودی بعدی که میشه خط 1 2 3 4 5 خط ششم میزان آخر. از اینجا ملودی بعدی شروع میشه. دو میزان دو میزان میره دو سی دو. میریم تو خط بعد دو 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 فا دو. حواستون باشه اینجا دو یه ضرب به دوی پشت خرک هست. اجرا میکنیم این دو میزانو. میره دو سی دو 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 فا دو. شمارشش واضحه. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. دو میزان بعد یه نوت میاد پایین تر میشه ر دو سی لا سی 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 فا سی. میزنیمش. ر دو سی لا سی 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 فا سی. قسمت بعد دو سی لا سول لا، بعد میره رو سیمای زرد سی لا سول فا سول. توی خط بعد رو سیمای سفید لا سول فا می فا. این سه تا میزان رو اجرا میکنیم. دو سی لا سول لا سی لا سول فا سول لا سول فا می فا. ادامهش حواستون باشه اینجا دست راست از نوت سل به ترتیب میره بالا میشه سل لا سی دو، و دست چپ از نوت می کرون خرک اول به ترتیب یکی یکی میاد بالا. پس میشه سل می می لا فا فا سی سل سل دو لا. میزنیمش. سل می می لا فا فا سی سل سل دو لا لا. به صورت یه فاصله سومه که به نسبت همدیگه یکی یکی میان بالا. و بعد از اینکه این ملودی رو زدیم دوباره پایه تکرار میشه. سی 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 فا سی 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 فا سی و سی 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 فا سی سی فا سی سی فا سی که اون بخشی از پایه هست که دوباره تکرار میشه. کل ملودی رو بشنویم از خط ششم میزان آخر. و ملودی آخر ما از پایین 4 خط میشماریم میایم بالا. بعد از علامت تکرار دو میزان نوتامون میشه فا سی سی می سی سی ر سی سی دو سی و جمله بعد می سی سی ر سی سی دو سی 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 سی. این قسمت رو اجرا میکنیم. فا سی سی می سی سی ر سی سی دو سی می سی سی ر سی سی دو سی 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 سی. باز دوباره طبق همون چیزی که بهتون گفتم اینجا چون نوت سی یه نوت تکراری هست باید صداش پایین باشه و نوت دست راست که داره ملودی رو تشکیل میده باید صداش قوی تر باشه. پس یه بار دیگه اجراش رو بشنویم. میریم قسمت بعد دو سی سی ر سی سی می سی سی فا سی و بعد ادامه سل سی سی لا سی 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 دو سی. اجراش میکنیم. بسیار عالی. قسمت بعد ر دو دو سی دو دو سی سی لا سی سی لا لا سول لا لا سول سول فا سول و ادامهش می سول سول فا لا لا سول سی سی لا دو و بعد دیگه آخرش که وصل میشه به اون پایه‌ای که تکرار قسمت بالاه. پس اجرا میکنیم کل اون قسمت آخر رو. ر دو دو سی دو دو سی سی لا سی
سی لا لا سول لا لا سول سول فا سول می سول سول فا لا لا سول سی سی لا دو سی 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 فا سی. این دوباره پایه میشه. و در نهایت با یه جفت سی قطعه ما تموم میشه. خب خیلی مهمه که اول از همه بتونید این قطعه رو با سرعت کم، با حوصله، با همون سرعتی که خود کتاب مشخص کرده اجرا بکنید. پس اول حتما با این سرعتی که الان من اجرا میکنم با مترونوم تمرین کنید که بتونید اجراش بکنید و بعد تمرین بکنید که آروم آروم سرعت رو بیارید بالا با حد اکثر سرعتی که وقتی میزنید مضربا دقیق بخوره و صدای درست و خوبی از سازتون در بیاد. ولی اهمیت داره که حتما میتونید با سرعت کم هم اجرا بکنید. خیلی وقتا اجرا کردن بعضی از قطعه با سرعت کم سخت‌تر از اجرا کردنش با سرعت زیاده. یعنی فکر نکنید خب من که پس میتونم تند بزنم پس دیگه لزومی نداره. نه، اتفاقا تمرین کند زدن تمرین خیلی مهمه، هم از نظر نگه داشتن رید، هم از نظر اینکه وقتی سرعت کمتره زمان بیشتری دارید که چک بکنید که این ضربه ها درست روی سیما فرود میاد و صدای درستی ازش در میاد یا نه. پس حتما با سرعت کم زدن رو جدی بگیرید چون واقعا مهمه. خیلی خوب، مترونوم رو تنظیم میکنیم روی 2 ضربی و سرعت 40. با هر ضرب مترونوم 3 شماره میشماریم. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6.
شاید به نظر آسون بیاد اجرا کردن این قطعه با این سرعت، ولی حتما شما امتحانش بکنید و سعی کنید از اول تا آخر قطعه رو بدون قطع و وصلی با این سرعت بزنید، چون خیلی خیلی کمکتون میکنه هم به بالا بردن تمرکزتون و هم به اینکه بتونید توی سرعت پایین مضرباتون رو کنترل بکنید، ریتم رو کنترل بکنید و خیلی خیلی قطعه خوبیه. بعد آروم آروم سرعت رو ببرید بالا تا حالا میگم حد اکثر سرعتی که بشه، تا جایی که میتونید تندش بکنید. یه سرعت نرمال مثلا میتونید اینجوری اجراش بکنید. یه سرعت نرمالی باشه، ولی حتی الان هم میشه تندترش کرد، مثلا اینطوری بزنیم. امیدوارم که این ویدیو مورد توجهتون قرار گرفته باشه. سعی کنید تمرینش کنید و با یه سرعت مطلوبی اجراش بکنید. خیلی خیلی کمک میکنه که کیفیت نوازندگیتون و سطح نوازندگیتون بیاد بالا. یادتون باشه حتما کانال یوتیوب من رو سابسکرایب کنید. لطفاً همین الان لایک کنید، کامنت بذارید، این پست رو با دوستاتون به اشتراک بذارید و به من انرژی بدید که بتونم ویدیوهای بهتر و با کیفیت تری رو تولید کنم. و یادتون باشه که این ویدیوها صرفا برای کانال یوتیوب منه و اگر اون رو از هر پلتفرم دیگه‌ای می‌بینید کاملا غیر قانونی و غیر اخلاقی است. خوب و خوش باشید.